اون جوان بود، هر روز گناهی که میکرد در نامه یک صحیفه داشت، کتاب داشت، در بغل این کتاب یک گناه نوشته میکرد. هر روز هر گناهی که مرتکب میشد دوان میآمد قلم بر میداشت، به این کتابچه نوشته میکرد یک گناه، دو گناه، سه گناه، چهار گناه. آنقدر گناه کرد که دیگر در این کتابچه برش جایی نماند، پور شد، فقط در چند روز پورش کرد. بعد پیش مادرش رفت گفت مادر، این پسری که تو به دنیا آوردی آنقدر سرکش و نافرمان و طغیانگر است، آنقدر گناه کرده که در کتابچه جایی نمانده که نوشته نکرده باشد گناهش. روز از روزها زن فقیر درویشه که چیزی برای خوردن پیدا نکرد، به هر در رفت دست رد زدن به سینه این زن دیگر هیچ راهی پیدا نکرد، فرزندانش در حالت مرگ بود. آمد تا این که به دام این جوان غلطید، به جوان گفت این اندازه پول به من بده، من با تو هر چه که خواهش میکنی انجامش میده. جوان گفت اشکال نداره، پول برش داد. وقتی که رفتن در خلوت، این زن شروع کرد به گریه کردن. جوان گفت که چرا گریه میکنی؟ من که پول دادم تو را به زور نیاوردم، چرا گریه میکنی؟ زن گفت به خدا قسم من فاحشه نیستم، به خدا قسم من فاحشه نیستم، مجبور فرزندان من از گرسنگی جان میدادن، من ناگزیر شدم تن به این عمل مردار و کثیف دادم. جوان وقتی این سخن را از این زن میشنود، به بهانه میدهندد، به بهانه میدهندد. و فقط الله یک بار دل تو را تماشا میکنه. وقتی جوان میبیند گریه این زن رو، از جای خود بلند میشه، به زن میگه عمو پولی که به تو دادم برو بخشیدم، من به تو کار ندارم، الان که نکردی من نمیخوام عفت رو تو را لکه‌دار بکنم. زن حرکت میکند، جوان دوان میآید، چشمانش پر از اشک از گریهش توقف نمیکند، میآید به پیش مادرش، به مادرش میگه مادر جان من امروز این کار رو به خاطر خدا کردم، من این کار رو به خاطر خدا کردم. مادر میگه برو فرزندم زود برو این رو هم در کتابچه بنویس. میگه مادر در کتابچه جای برای نوشتن باقی نمونده، همه رو گناه پر کرده است. میگه برو در یک گوشه کتابچه این رو بنویس. جوان میآید بسیار به زحمت به یک گوشه کتابچه این رو نوشته میکند، بعد بسیار گریه میکند و نماز میخواند، میرد میخوابد. بعد از این که میخوابد، کسی در عالم خواب برای صدا میزند که ای جوان تو از ترس ما یک کار کردی، تو از ترس ما یک کار کردی، به خاطر این یک جوان مردی و ترسی که از ما کردی ای جوان کل گناهان تو را یک جا بخشیدم. جوان از خواب بلند می شود، دوان می رود به سراغ کتابچه را باز می کند که هیچ گناهی در این کتابچه نیست. نوشته است فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. این بسیار به خط درشت نوشته است فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. الله با حسنات و نیکی ها بدی ها را از بین میبرد. 40 سال گناه با توبه چند دقیقه کلش محو و نابود می شود.